بسیار وقت تبریک یا تبریکاتی را با مناسبت فرارسی ماه رمضان میشنویم که با مثل رمضان مبارک صدا میدهد. بعضی‌ها میگویند این یک بدعت است، دیگران میگویند این سنت است و عجیب است که شما چی میگویید در این باره؟ هیچ باکی نیست که ما از فرارسی ماه رمضان آگاه میکنیم. الحمدلله پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هم وقت مردم را از فرارسی آن آگاه میکرد و چنان که پیشتر گفتیم پیامبر عزیزمون در کتاب امام مسند احمد صحیفه 230 حدیث 7148 و در کتاب روزه داشتن سنن النسائی باب 5 حدیث 2106 حدیث پیامبرمون صلی الله علیه و سلم همیشه مردم رو پیشکی درباره ماه رمضان آگاه میکرد و میگفت ای مردم ماه مبارک رمضان آمد. الله میگوید تو را امر کردم این ماه روزه بگیری. پیامبر همیشه از آمدن این ماه استقبال میکرد و مردم میتوانند مثل پیامبر تبریک گویند که ماه مبارک میآید. بعضی ها عباره رمضان مبارک را استفاده میبرند که این در طرفهای هند بیشتر معلوم است. اساساً در بین هندوها و پاکستانی ها از کلمه عربی برکه آمده است که معنایش برکت یعنی ماه مبارک. وقتی که هندوها کلمه مبارک را در مسافه دور استفاده میبرند بیشتر به تبریکات با چراغ شیفت مانند است. مثل اگر کسی امتحان خوب میسپارد پس عادت شده است مبارک بگویند که همون از کلمه عربی برکه است. بنابراین وقتی که رمضان فرا میرسد همه را با عباره رمضان تبریک میکنند که رمضان مبارک نزدیک شدن ماه مبارک را به یاد میآورد یا آرزوهای نیک. البته فرق ندارد، برعکس خوب است که ما این ماه را مبارک میگوییم و از فرارسی آن فضیلت‌های پربرکتش را به دیگران یادرس میکنیم. فکر میکنم که این مسئله نیست بلکه کدام سخنی را خواهید تهیه تبریکات شما از خود شما وابسته است. عادت گفتن رمضان مبارک در بعضی کشورها میگویند رمضان کریم. این سخنها جایز است یا اینکه ماه مبارک رمضان ماه آموزشی؟ کلمه را خوب انتخاب کنید. در این مورد پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به مردم سخن گفت ماه مبارک رمضان نزدیک می شود. بنابراین باور دارم که این ماه مبارک را یادآور شویم و به همدیگر نیکی آرزو کنیم انشاءالله. برادران کانال ما در یوتیوب ترجمان تیوی ابونه شوید و از ویدیوهای نو ما با خبر باشید.